برای نصب پک ماشین ایرانی به روش اد آن روی GTA V، بعد از اینکه فایل مود رو دانلود کردیم بازش میکنیم. اینجا یه پوشه برامون گذاشته شده. این پوشه رو به همین صورت میگیریم و میکشیم روی صفحمون تا اکسترکت بشه. اینجا از ما پسورد میخواد که پسورد راکستار گیم داتا رو به این صورت وارد میکنیم. بعد اوکی رو میزنیم و ثبت میکنیم تا اکسترکتش تکمیل بشه. حجم پک مودی که دانلود کردیم حدوداً 800 مگابایت که بعد از اینکه اکسترکتش تکمیل بشه میبینیم به حدود 2.5 گیگ میرسه. خیلی خب، بعد اینکه این پوشه رو اکسترکت کردیم میریم سراغ نصبش. وارد این فولدر که بشیم یه فایل تکست اینجا قرار داده شده به اسم لینک. این فایل تکست رو که باز بکنیم 4 تا لینک اینجا هست که ما باید بریم توی این لینک ها تک تک این برنامه‌ای که اینجا نیاز داریم رو دانلود بکنیم. اول از همه به مودرانر نیاز داریم که میتونیم از طریق این لینک دانلودش بکنیم، بعد به ترینر منیو که لینکش اینه، بعد به گیم کانفیگ که اینجا لینکش قرار داده شده. در نهایت هم به برنامه اوپن آی وی نیاز داریم برای اینکه بتونیم این فایل رو نصب بکنیم. بعد از اینکه این 4 تا فایل از طریق این لینک ها دانلود کردیم میایم اینو میبندیم و وارد برنامه اوپن آی وی میشیم. اوپن آی وی رو که اولین بار نصب بکنیم و باز بکنیم این بخش میاد که میتونیم وارد GTA V بخش ویندوز بشیم. وارد اینجا که بشیم از اون میپرسه که در واقع محل نصب بازیمون رو انتخاب بکنیم. بعد اینکه محل نصب بازیمون رو تعیین میکنیم میایم اینجا ادیت مود رو روشن میکنیم، اینجا یس رو میزنیم، اینجا روی ASI منیجر کلیک میکنیم و در واقع هر ستای اینا رو باید بزنیم اینستال بکنیم. همینجوری به ترتیب خیلی ساده اینستال رو میزنیم، اینم یسش رو میزنیم و اینستال میکنیم. این توضیحات رو برای کسایی دارم میدم که اولین بار دارن کلا روی بازیشون مود نصب میکنن که به مشکل نخورن. وقتی این ستا رو نصب کردیم میایم اینجا کلوز رو میزنیم، بعد میایم سراغ مودرانر. اینجا این فایل رو باز میکنیم، یه پسورد اینجا داره. اول میایم این پسورد رو کپی میگیریم، بعد میایم توی این پوشه همه این فایل‌ها رو به اضافه این پوشه اسکریپت همینجوری میگیریم و میکشیم توی پوشه اصلی بازیمون. بعد پسوردش رو وارد میکنیم و اوکی رو میزنیم. بعد اینکه فایل اسکریپت اضافه شد و مودرانر رو کامل نصب کردیم میایم سراغ ترینر منیو. فایل ترینر منیو رو باز میکنیم، دقیقاً مثل همون اینجا پوشه داره. این فایل رو باید بگیریم و بکشیم توی پوشه اصلی بازیمون. این رو هم پسوردش رو میزنیم و اوکی میکنیم. خیلی خب، مودرانر رو ریختیم، منیو رو هم نصب کردیم. حالا باید بریم سراغ نصب گیم کانفیگ. از اونجایی که این پکیج ماشین ایرانی به روش ادان نصب میشه، برای اینکه بازیمون موقع لودینگ کرش نکنه و بیرون نپره، حتما باید گیم کانفیگ رو نصب بکنیم. میایم اینجا گیم کانفیگ رو باز میکنیم. وارد این پوشه گیم کانفیگ که بشیم دو تا فولدر اینجا برام قرار داده شده. اول وارد پوشه 1 میشیم، میایم همه این فایل‌ها رو میگیریم و میکشیم توی پوشه اصلی بازیمون به همین صورت. پسوردش هم که اینجا نوشته وارد میکنیم و اوکی رو میزنیم. بعدش میایم توی پوشه دوم. توی پوشه دوم برای چندین نسخه مختلف GTA V گیم کانفیگ قرار داده شده که ما باید نسخه بازیمون اول بفهمیم چیه، بعد بیایم گیم کانفیگ مناسب بازیمون رو انتخاب بکنیم. برای اینکه ورژن دقیق بازیمون رو پیدا بکنیم میایم توی پوشه اصلی بازیمون. اینجا یه ذره که بیایم پایین میبینیم که یه فایل هست به اسم GTA 5.exe. روی این راست کلیک میکنیم، میایم روی پراپرتیز کلیک میکنیم و میایم توی بخش دیتیل. اینجا توی این گزینه میتونیم دقیقاً ورژن بازیمون رو ببینیم. الان اگه ورژن بازیتون آخرین نسخه باشه، وقتی گیم کانفیگ رو دانلود میکنید همیشه براتون این بیرون قرار داده شده. میبینید که ورژن 2699 که من ورژن بازیمون که آخرین ورژنه این بیرون قرار داده شده. ولی اگه ورژن بازیتون قدیمی تره میاد دقیقاً همون نسخه‌ای که دارید رو توی این پوشه پیدا میکنید و به همین صورتی که ورژن خودمو نصب میکنم شما هم نصب میکنید. به عنوان مثال اگه دیدید ورژن بازیتون اینجا 2612 میاد توی این پوشه اینجا دنبال 2612 میگردید که دقیقاً همین بالاه. میایم توی این پوشه، میایم توی فورمور مود، اینجا یه دونه پوشه داره به اسم GTA Base. وارد این میشید و این فایل گیم کانفیگ رو همون آدرسی میریزید که بهتون میگم. الان چون ورژن بازی من آخرین ورژنه توی این پوشه نیست، باید بیام بیرون این پوشه. اینجا میبینم که برام قرار داده شده، پس میام وارد همین میشم و گیم کانفیگی که اینجا گذاشته شده رو نصب میکنم. حالا که گیم کانفیگ مناسب ورژن بازیمون رو پیدا کردیم میایم وارد اوپن آی وی میشیم. دقیقاً همین آدرسی که بهتون میگم و با هم پیش برید. میاد توی پوشه آپدیت اینجا کپی این مود فولدر رو حتما بزنید، صبر کنید تا کپیش انجام بشه. ممکنه برای شما اگه از قبل مود نصب کرده باشید چوین مود فولدر باشه. اوکی. میاد توی بخش کامن دیتا اینجا یه ذره بیایم پایین میتونیم فایل گیم کانفیگ بازیمون رو ببینیم. هم خب میخوایم اینو جایگزین گیم کانفیگ اصلی بکنیم. دقت کنید دقیقاً آدرسی که اومدم اینجا هست. آپدیت کامن دیتا. اینجا گیم کانفیگ اصلیمون رو میبینیم. اما خب میایم گیم کانفیگی که میخوایم نصب کنیم به جاش رو همینجوری میگیریم و میکشیم اینجا. پسوردش رو وارد میکنیم و اوکی میزنیم. این خود به خود جایگزین همین میشه. خیلی خب، حالا که مودرانر رو نصب کردیم، منیو رو نصب کردیم، گیم کانفیگ رو هم نصب کردیم، بازیمون آماده نصب این پکیج ماشینه. میایم سراغ پکیج ماشینی که دانلود کردیم. اینجا بازش میکنیم، یه پوشه داره به اسم مود. وارد این پوشه مود میشیم.
اول از همه باید بیایم توی پوشه دیتا. یه عالمه فایل ماشین اینجا وجود داره که اینا رو باید نصب بکنیم. کار خاصی نره، فقط باید کپی کنید توی آدرسی که بهتون میگم. میاد توی فایل update x64 dlc packs. اینجا همه این فایل‌ها رو به همین صورت میگیرید توی آدرسی که اینجا بهتون گفتم، update x64 dlc packs. همه اینا رو به همین صورت میگیرید و میکشید اینجا. یه ذره حجمش زیاده، یه ذره صبر بکنید تا کامل تکمیل شه. میرید اینجا رو لود میکنه. اما خب بعد اینکه این فایل‌های ماشینمون رو با فولدرش ریختیم توی این آدرس، وقتشه که بریم در واقع کد این ماشینا رو وارد بازی بکنیم. یه فولدر میایم عقب، میایم اینجا توی فایل DLC list کد، این رو باز میکنیم. این کدهایی که براتون آماده شده رو باید وارد فایل بازیتون بکنید. میاید دقیقاً توی پوشه update اینجا شوین مود فولدر رو حتما میزنید. میاید توی پوشه کامن دیتا، دقیقاً همونجا که گیم کانفیگ رو نصب کردیم، فقط این دفعه با فایل DLC list کار داریم. میایم اینجا روی DLC list راست کلیک میکنیم و ادیت رو میزنیم. اینجا یه سری کد برای ما میاد. میایم اینو پایین روی خط آخرش یه دونه اینتر میزنیم که بره خط پایین. میایم اینجا همه این کدا رو سلکت میکنیم و کپی میگیریم. بعد میایم اینجا روی خطی که اینتر زدیم پیست میکنیم. میبینیم که این کدا اضافه شده اینجا. بعد میایم گزینه سیو رو میزنیم و الان ماشینا نصب شده. حالا باید چجوری ماشینا رو ظاهر بکنیم توی بازی. یه پوشه دیگه هم اینجاست به اسم اسپانر. میایم داخل این یه فایل داره و یه فولدر. باید این دوتا رو بریزیم توی پوشه اسکریپت بازیمون. میایم توی پوشه اصلی اینجا یه فایل اسکریپت برای ما ایجاد شده. میایم داخل این دوتا فایل رو میگیریم میکشیم توی پوشه اسکریپت بازیمون. تموم شد. حالا میتونیم وارد بازی بشیم و ماشینمون استفاده بکنیم. خیلی خب، وارد بازی که شدیم میایم اینجا توی خیابونی 2 بار دکمه تی رو پشت سر هم میزنیم. این منوی اسپانر وی برای ما باز میشه. بعد میریم توی همین منوی اول ادان ویکلز. اینجا همه ماشینایی که نصب کردیم رو میتونیم به صورت آماده اسپان بکنیم. حالا مثلا میام روی 207 یه دونه اینتر میکنم. خیلی راحت میبینیم که 207 برای ما اسپان میشه و مشکلی هم نداره. در کل همه ماشینایی که با این پکیج نصب کردیم و به همین صورت میتونیم اسپان بکنیم. پس چی شد؟ میایم 2 بار دکمه تی رو پشت سر هم میزنیم. این منو برای ما باز میشه. میایم اینجا. الان مثلا یه ماشین دیگه انتخاب میکنم. میبینیم که خیلی راحت بدون هیچ مشکلی هر ماشینی که بخوایم میتونیم اجرا بکنیم. من توی این ویدیو تک تک این ماشینا رو اسپان میکنم. ویدیو رو میذارم روی دور تند که ببینیم خیلی راحت اجرا میشه. خیلی خوب، دیدیم که ماشینا بدون هیچ مشکلی اجرا شدن. اگه احیانا 2 بار تی رو زدید و این منو براتون نیومد، بیاید توی F8 ترینر منیو رو باز بکنید. بیاید توی بخش ویکل آپشن، اینجا ویکل اسپانر، بیاید توی بخش اسپورت. اینجا یه ذره که بیاید پایین میتونید ماشینایی که نصب کردیم رو پیدا بکنید. اگه یه ذره بگردیم میبینیم که اینجا ماشینا اضافه شده خود به خود. مثلا الان یه ذره بیایم بالا میبینیم که این 3 تا سمن زیر هم اومده و اضافه شده بدون اینکه ما برای ترینر منیو کاری کرده باشیم. اما ممکنه مثلا بره توی بخش‌های مختلف، یعنی توی بخش سوپر یا مثلا اسپورت کلاسیک که باید بگردیم پیدا بکنیم. یه راه حل سومی هم برای اسپان کردن ماشین هست. اونم اینه که بیاید توی بخش ویکل آپشن منیو، توی بخش اسپانر، بیاید پایین یه بخش اینپوت مدل هست. روی اینکه 5 بزنید میتونید مدل ماشین رو بنویسید. یعنی دقیقاً باید چیکار بکنید؟ میام یه آلت تب میزنیم، میام توی ویندوز، وارد پوشه مودمون میشیم. اینجا یه دونه پوشه داشت به اسم مود در واقع که ما وارد این میشیم. توی بخش اسپانر داخل پوشه اسپانر وی یه دونه فایل هست به اسم ادان. اینو باز میکنیم. دقیقاً اسم ماشینایی که اینجا نوشته شده جلوش کدشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما میخواید تیبا رو اسپان بکنید، اینجا جلوش اسمش کدش چیه؟ تیبا 2. یا مثلا میخواید پراید 131 اسپان بکنید، کدش اینجا SJ 131. ما میایم این SJ 131 رو دقیقاً میزنیم توی همون اینپوت مدل. اینجا توی همین باکس میایم اون اسم کد رو مینویسیم، میزنیم SJ 131، ثبت میکنیم تا برامون اجرا بشه. ببینیم که خیلی راحت به این روش میتونیم ماشین رو اسپان بکنیم. به هر حال ساده ترین روش اسپان کردن همون دوبار تی زدنه که این منو برای ما بیاد بالا. ولی خب اگه ورژن بازیتون این در واقع مود رو بالا نیاورد و ساپورت نکرد، میتونید از اون دو تا روش دیگه استفاده بکنید که راحت بتونید ماشیناتون رو اسپان بکنید. از اونجایی که ماشینا اد آنه، شما میتونید هر ماشین دیگه‌ای که می‌خواید هم نصب بکنید.
یعنی این مود تداخلی تو مودهای دیگه نداره و به راحتی میتونید روی هر نسخه از بازی که گیم کانفیگ براش پیدا بشه این مودو نصب کنید ازش استفاده بکنید.